با اثر فروریزی زمین در منطقه خوصی ها از مربوطات سنجیدک شهر ایبک ولایت سمنگان، باشندگان محلی ناگزیر به ترک خانه های مسکونی شان شدند. برخی از باشندگان محلی با ابزار نگرانی میگویند که این حادثه 2 روز قبل تاکنون جریان دارد که صدای وحشتناک آن تا 10 متر دورتر شنیده می شود. با باور آنان در طول چندین دهه اخیر 4مین بار است که زمین در این منطقه فرو می ریزد و تاکنون کسی قادر به دریافت دلیل فرو ریختن آن نشده است. 3 بیگاه پیش نفرها بودند، شب تا صبح میگه گرم بس میگه مثل زلزله باری بود. هیچ کس اولید مکمل میپالیدن، هیچ کس نفهمید که چی بود. هر چی که میپالیدن کسی نفت. بعد از دین روز ساعت 3 بجه 3 و نیم بجه یک دم انفجار در روی آمد. یعنی در روی که آمد چیزی که بود صاحب یکی زیر رفته رایست. چندان درخت صاحب باغ هستن میفهمن درخت هم تو زیر رفته. یعنی ولی از شو زیر وسطش کلان شده رفته رایست. تقریبا همسایه‌ای که نزدیک است میگه که 1 هفته است که زیر تهدید بوده امیجا، به شکلی که این تو یک چیز میغلطیده در لرزه بود. میگه ما خودی ما شخصا خانه ما تقریبا باغ ما 100 متر زیادتر دور است، اون طرف است. ما دیگه 2 روز است که رفتیم. تقریبا 70 سال پیش او همسایه ما میقرم می قسم شده بود ایو زیادتر بازوشی که باغ ما شده بود. دویم باز یعنی اون طرف همسایه ما دیگه این منطقه ای 4م برست که واقع میشه. این منطقه در 200 الی 300 متری شمال استوپه سنگی تخت رسم که از اماکن تاریخی ولایت سمنگان است موقعیت دارد و در اطراف این محل چندین قریه موجود بوده که باشندگان این قریه ها را وقوع این حادثه نگران کرده است و بازار شهر ایبک نیز در 500 متری آن قرار دارد. مسئولان محلی در ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در سمنگان میگویند که تلاش‌های برای یافتن دلیل وقوع این حادثه آغاز شده است. این یک حادثه ای است که نظر به گفته مردم محل تقریبا چند روزی بوده که این ساحه را میلرزانده، اما خود به خود دیروز بعد از چاش دیروز یک بارگی یک حادثه اتفاق افتاده که هیچ قابل پیش بینی نیست. با اون هم تلاش های جریان داره که باید این ساحه خاک از این لابراتوار شوه یا علتی این حادثه معلوم شوه که در اینجا چی بوده.